السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال درباره این که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در این 10 ذوالحجه روزه گرفته بودن یا نه؟ ما در فضیلتش صحبت کردیم، اما روزه گرفتن از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم یا که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفته باشند که روزه بگیرن، یا که خودشون گرفته باشند، بله گرفتگی هستند و گفتگی هستند. از بعضی همسرهای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، یعنی که از امهات المؤمنین روایت آمده است، ابو داود ذکر کرده است، در صحیح ابو داود آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزه میگرفتن یا صوم 9 ذوالحجه، روزه میگرفتن چی؟ 9 از ذوالحجه را روزه میگرفتن، یعنی که روز عرفه را در مراد دارد، یعنی که مقصدش روز عرفه است. این روایتی که ما کردیم در صحیح ابو داود است، از بعضی همسرهای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم روایت ذکر کرده است. و درباره این که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفته باشند که همین فضیلت دارد یا نه، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه که یگان عملی که بهتر نیست و نه جهاد و نه دیگر عمل ها که همین عمل خیر در همین ذوالحجه شود، اگر یعنی که بهترین عمل و بهترین قبولیت و در نزد الله خوش می آمدگی همین بگیم که همین روزه، که چه عملی که نباشد. اما روزه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند که یک روز عرفه، روزه یک روز عرفه، اینی احتسب علی الله، من طلب میکنم ثوابش را و حساب دارم که بر الله اینکه کفارت کند سالی پیش گذشتگیشه و سالی که بعد می اومدگیشه. یعنی که در حدیث صحیح میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم هم خودشون روزه میگرفتن، هم گفته‌اند که روزه بگیرید شما که اون کفارت هست بر اون سالی گذشتهش و سال می اومدگیش. حتی خداوند پاک به سبب همین فضیلت روزه بگیم همین عرفه الله پاک چی میکند؟ میبخشد. اگر هم حدیث قولی هم حدیث فعلی ثابت شده است. والله اعلم.